دوستان عزیز، ما و شما با شرکت بانفوذ اتمی شناس هستیم. این شرکت بانفوذ به نزدیکی پیدا شد، جوان است ولی در مدت کوتاه در بین جهانیان الکه شناخته شده است. محصولات هایی که این شرکت میبرارد برای زیبایی و سلامتی است. برای چی محصولات های شرکت در مدت کوتاه زود در بین آدمان شناخته شد؟ چون که نفری بود بیمار بود، حتی طبیبان گفته بودند که ما به شما کمک کردن نمیتوانیم، بیماری شما تبابت نشونده است، حتی گفتن عمری دراز نمیبیند. ولی چون گفتم محصولات های این شرکت تبابتی نیست هست، با استفاده و استعمال داروهای تبابتی این شرکت همون نفری که بیمار بود شفا یافت. زنی که چندین سال در آرزوی فرزند بود حامله‌دار نمیشد. دکتران گفته بودند که از شما فرزند نمیشود، ولی با استفاده داروهای گیاهی این شرکت صاحب فرزند گشت. از همین خاطر آدمان را آوردن به استحصالات و محصولات های شرکتی اتمی. شهروندان ما نیز از جمله استفاده برندگان محصولات های شرکتی اتمی اند. من چند مدت شد که آرایشات کسمتیکی و مغلول و کرم های خود را از همینجا خرید میکنم. قریب که تمام کسمتیکا هایی که از برند های گوناگون استفاده می بردم، در جای همه آنها من محصولات های شرکتی اتمی را گذاشتم. از این شرکت هر چیزی که برای من لازم باشد من با واسطه گلناز نعمت‌الله و دسترس میکنم. گلناز در شرکت اتمی کار و فعالیت میکنند. عین حال کار این بانو در این شرکت خیلی خوب رفته ایستاده است. وزینه به زینه بالا رفته ایستادن به نزدیکی عنوان بلند را صاحب میگردند. گلناز مادری سرفرزند یک چند زبانهای خارجی را میداند. کسانی که در کمانده او به کار میآیند برای معاشرت شما با شریکان خارجی اتان میتواند به شما کمک کند. دوستان عزیز من، اگر شما خواهشی در این شرکت کار و فعالیت داشته باشید و همچنین خواهید که محصولات های این شرکت را به یگان مانعگی به دست آورید، پس میتوانید در گروه گلناز نعمت‌الله و آبونه شوید. چون که تمام کارمندان این شرکت پیشتر خریداران محصولات های این شرکت بودند. بعدی که استفاده بردن زیاد دوست داشتند، خودشان به کار آمدند. حاضر هم کار میکنند، هم محصولات ها را برای خود استفاده میبرند. یعنی شما یگانه مغازه خود را عوض میکنید. همه روز ما از خانه بیرون میشویم، برای خرید دلخواه چیز ما به مغازه وارد میگردیم. مغازه هم نرویم، وارد داروخانه میگردیم. پس این شرکت به ما هم گیاه و هم دارو، هم محصولات های کسمتیکی، همه چی را درست مهیا می سازد. نفری که نیاز به پول دارد می توانید به کار بیایید، در این شرکت کار کنید، صاحب معاش های خوب گردید. و نفرانی که خواهند محصولات های بهترین این شرکت را به دست آورند، شما نیز می توانید یا رجیستراسیون کنید و یا اینکه از بانو گلنازه این محصولات ها را خرید کنید. خلاص دوستان عزیز، هر کسی که در این شرکت به کار در آمده است پشیمون نیست. تا حال کار کرده ایستادند، روز از روز پیشروی ها کرده ایستادند. و کسانی که تا این دم رجیستراسیون نکردند، حالا هم دیر نیست، می توانید که رجیستراسیون کنید، پیشروی کنید و معاش های خوب گیرید. چی معلوماتی داشتم با شما گفتم، باقی مانده‌اش را از خود گلناز نعمت‌الله و پرسان شوید. برای تازگی لباس من انا خیلی لیست‌های استیرالی براش گرفتم. اینقدر بوی زیبا دارد. سالفیتکارو لباس را وقتی که در ماشین جامه‌شویی در آوردید، انمی لیست را از بالای لباس میگذارید، بعد ماشین جامه‌شویی را گیران میکنید. هم داغ را نیست میکند، هم از بوی لباس خوشتان میرود. اینش باشد زبنه پاستا و شاتکا. هم شاتکاش مخصوص شد، هم زبنه پاستاش. دوی مراتب است که از اینا میگیرم. باز یک چیز دیگر فراموش ساختم. نم که شاتکا چه مایه است که برای بیخی دندان‌ها را تازه کردن. و چون علاقه گرمی واسه شد، برای پوستی روی ما اولین درجه چی لازم؟ بله، کرمی سانس زشتی. بهترین کرمی سانس زشتی، نامش اتمی سانس کرم است. پوستی روی ما را از نور آفتاب نگاه می‌دارد. در خانه یگانه شد که میلا بود که از شرکت بیگانه بود که همینش هم از همین شرکت کردیم. صابونی دستشویی را نیست، برای خانه از همینجا گرفتیم. پوستی دست را ملایم می‌کند، بوی خوب دارد. اینش باشد شامپون. تو می‌دونید که چقدر من موهای خودم رو زیاد دوست می‌دارم و نگاه می‌کنم. و چند وقت شد که موهای خودم رو باور کردم به شامپونی شرکت اتمی.